دکتر ماو کیه و آزمایشایی که داره روی جما انجام میشه برای چیه؟ همش تو این ویدیو هست. برو بریم. سلام به همه شما رفقا عزیز، محمد حسین رحیم هستم و توی این ویدیو اومدم صحبت بکنم راجع به قسمت هفتم سریال سورانس، قسمتی که خیلی چیزای زیادی به ما نشون داد از گذشته جما و مارک و کارتای جذابی برای ما رو کرد و میخوایم راجع به این کارتا باهاتون صحبت بکنم و بهتون بگم که توی این قسمت چه نکته‌های مخفی خفنی وجود داره که شاید اصلا به چشتون نیومده باشه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید، اصلا معطل نکنید که دکمه سابسکرایب بزنید، همین الان بزنید. خب همونجوری که من توی ویدیو قبلی بهتون گفتم، قرار بود که ما ببینیم که گذشته مارک و جما چیه و خب خود من توقع نداشتم که دیگه انقدر زیاد به ما نشون بده و این پیش زمینه‌ای که وجود داره رو خیلی با دیتیل ریز بیاد به ما بگه و برای من خیلی جذاب بود. حالا از همون ابتدا بیام شروع کنیم تو سریال بریم جلو و ببینیم که چه خبره. جایی که خب جما و مارک نشون داده شد که با همدیگه آشنا شدن. کجا؟ توی اون کالجی که اسمش بود گنز یا گانز. گنز یا گانز به زبان آلمانی یعنی همه. حالا اصلا شما الان پیش خودتون میگین مثلا چه چیز عجیبی بود که به ما گفت، جلوتر چیزای آلمانی عجیبتر که بهتون گفتم اون موقع متوجه میشید. چیز عجیبتری که توی این کالج وجود داشت فقط دیدن جما و مارک نبود. من یه شاتی رو دیدم توی این کالج، از بالا نشون داد و یهو اینجوری شدم که این چقدر آشناه، من اینو کجا دیدم؟ و این شات کاملا شبیه شاتیه که توی فصل قبلی به ما نشون داده شده، جایی که مارک رفته بود دکتر رگابی رو ببینه و به ما نشون دادن که اینجا یک آزمایشگاه خرابیه، یک مخروبه است و مارک هم خیلی ریاکشن عجیب غریبی به اون مکانه نشون نداد، ولی دقیقاً این دوتا مکان یکیه و عجیبتر از همه اینا اینه که اصلا مارک یادش نمیاد اینجا چی بوده و توی همون شاتی که من الان بهتون نشون دادم انگار این کالجه شبیه اردوگاه زندانیاست، انگار شبیه اردوگاه کار اجباری. دیدین آدما میان برای هواخوری، لباساشون انگار یکیه، جوری که از بالا داره به ما نشون میده و برای من به شدت این شات عجیبی بود. تا از دانشگاه بیرون نرفتیم یه نکته باحالم بهتون بگم، اینکه یک جمله گفت مارک که کاملا شبیه جمله بود که ما تو قسمت اول و اولین جمله‌ای که توی این سریال شنیدیم بود. Who are you؟ و جمله‌ای بود که به هلیار گفته شد، اینجا هم برای اولین بار به جما گفته شد و به نظر من شاید این یه ارجاع بوده، یعنی خیلی چیز خاصی پشتش نبود ولی بامزه بود که توی این قسمت آورده بودن. همچنان توی دانشگاهیم و میخوام صحبت بکنم راجع به جما. ما میدونیم که جما استاد ادبیات روسه و داره ادبیات روس درس میده تو اون دانشگاه و کتابی هم که داره میخونه مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستویه و یک ارجاع دیگه به لئو تولستوی زده میشه که تو قسمت 5 این سریاله، جایی که ما میبینیم رو در یخچال کاور یک کتابی خورده که به آلمانی نوشته شده رستاخیز. کتاب رستاخیز هم اثر لئو تولستویه ولی باز هم اینجا ما داریم میبینیم که به آلمانی نوشته شده، یعنی همون چیزی که بهتون گفتم و این آلمانیا مونده حالا. و خب میبینیم که این کتاب داره توسط جما خونده میشه و اصلا میخوام ببینیم که آقا ربطش به سریال چیه، چرا داره جما این کتاب رو میخونه. نمیدونم کتاب مرگ ایوان ایلیچ رو خوندین یا نه، به شدت کتاب جذابی. اینو من تو پرانتز بهتون توضیح بدم برای کسایی که دوست دارن از ادبیات روس بخونن. یه خلاصه ریز بهتون بگم چون ربط داره به سریال. مرگ ایوان ایلیچ راجع به آدمیه که خیلی ثروتمنده، از جایگاه بالایی توی اجتماع برخورداره و بعد یه مدتی متوجه میشه که یک مریضی لاعلاج داره. میره پیش یه دکتری و اون دکتر بهش میگه که داداش تو قراره بمیری طی یک مدت معین، ولی خب همه چیز به همینجا ختم نمیشه دیگه، چون نمیخواد قبول بکنه که قراره بمیره. همه تقصیرها رو میخواد بندازه گردن دکتر، همه تقصیرها رو میخواد بندازه گردن زن و بچه‌اش، گردن همه آدما و توی این مسیر همه چیزش رو هم از دست میده و انگار میخواد مرگ رو به چالش بکشه. ولی لئو تولستوی به ما نشون بده که اینجوری نیست. مرگ شطوریه که از پنجره میاد و
رو همه آدمو میخوابه و تهش این آدم متوجه میشه که نمیتونه کاری انجام بده و قراره بمیره، آدم جاودانه‌ای نیست و توی اون یه هفته آخری که میخواد بمیره حلالیت میطلبه و آدم خوبی میشه. ولی خب کماکان تمام آدمایی که دور و برش بودن دیگه این رو به عنوان یک آدم بد اخلاق در به داغون میشناختن. من خیلی خلاصه گفتم چون میخواستم وقتتون رو خیلی نگیرم. این کتابو حتما بخونید، خیلی کتاب جذابیه. ولی حالا میخوام بگم که اصلا ربطش به سریال سورانس چیه. ایوان ایلیچ و مارک خیلی شبیه همدیگن. چرا شبیه همدیگن؟ به خاطر اینکه انگار این آدم‌ها هم میخوان مرگ رو به چالش بکشن، درد رو به چالش بکشن، انگار زندگی که براشون دردآوره رو میخوان فراموش بکنن و این جاودانگی میخوان برای خودشون باشه، ولی اینجوری نیست. و همینطور این دو نفر میخوان زندگیشون رو کنترل کنن و توی این مسیر میخوام ببینن که چقدر موفقن و از این منظور تم این دوتا داستان خیلی شبیه همدیگه است و به نظر من ارجاع به شدت جذابی بوده که نویسنده زده به کتاب مرگ ایوان ایلیچ. Okay, so we're not in trouble? I don't think so. Milchik said we're famous. All of us equally, or one of us is like the star? یه نکته ذهن منو خیلی درگیر کرد، اینکه چرا شرکت لومن همه جا هست. یه جای اون پلان از نزدیک به ما نشون داده میشه، یه اینسرتی هست که خب این دستگاهی که دارن خون میدن و خون رو جمع میکنه مشخص میشه که این آرم قطره است مال همین لومنه. جای دیگه ای هم که باز مشخصه مال لومنه دقیقاً کلینیک باروریه که جما و مارک میخوان برن و این ناباروریشون رو درمان بکنن و ببینن که چه بلایی سر بچهشون اومده و اونجا هم برای لومنه. عجیب تر از اینه که ما دکتر ماو رو هم همونجا میبینیم، یعنی توی این پلان میاد از بغل مارک رد میشه و این آدم رو ما جاهای دیگه هم میبینیم. جلوتر میخوام راجبش صحبت بکنم، ولی میخوام اینجا بهتون بگم که لومن رو ما تو جای این قسمتی که دیدیم، تو جای زندگی جما و مارک دیدیم. یعنی انگار لومن داشته اینا رو کنترل میکرده. هر اتفاقی که رقم خورده تو زندگی جما و مارک انگار زیر نظر لومن بوده. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟ همچنان من یه تئوری دارم که جلوتر میخوام راجبش بهتون بگم. خب به نظرم وقت شده با هم دیگه بریم تو اون طبقه پایین و طبقه آزمایش، بریم ببینیم که توش چه خبره. همین اول من بگم که یه چیزی خیلی برای من عجیب بود، اینکه چرا تو این طبقه هیچکی نیست. یعنی کلاً دو نفرن، یه دونه دکتر ماوه و اون پرستاره و یه دونه هم جما. البته یه جای جما از اتاق خودش میاد بیرون و یه اتاقی ما سمت راست میبینیم، همونجوری که میدونیم رو همه درا یه اسمی خورده، این دره هیچی روش نیست و به نظر من و شاید این دره هم یه آدم دیگه ای توشه که خب ما نمیبینیم، یعنی نیاز نیست سریال به ما نشون بده. ولی این حجم از خلوت بودن رو وقتی سریال نشون میده، یعنی انگار مثلا دو نفر بیشتر تو اون طبقه نیستن با جما. یه سری هم در هست توی این طبقه که اسمشون با اسم فایلایی که زیر دست مارک هست یکیه. اگه میخواید بدونید چند تا در وجود داره و چند تا اسم وجود داره، باید بهتون بگم که 25 تا. البته توی شاتی که ما اینجا داریم میبینیم 24 تاست که خب یه دونشون نیست دیگه. اون کولد هاربر که هی دارن راجبش صحبت میکنن نیست، به خاطر اینکه هنوز تکمیل نشده. هرچی فایل هست اینجا و اسم اون درا هست 100% شده توسط مارک و دوستان و به خاطر همین اسمشون اینجاست و اسمی که نیست کولد هاربره که 96%ش فقط تکمیل شده و همون جوری که تو سریال گفته میشه روی 96% مونده. چرا؟ به خاطر اینکه خب مارک خونه است، نمیتونه بیاد کار بکنه و جما هم از این ور داره میره تمام اون آزمایشات رو انجام میده و آزمایش آخری که مونده همون کولد هاربره. So what are you gonna do? I gotta get her out of here. حالا همون جوری که سریال به ما نشون داد از راه اون سیمایی که به کامپیوتر مارک وصل بود رفت پایین، ما هم با همدیگه بریم پایین ببینیم چه خبره. از اون سیما رفت پایین و ما دیدیم که 4 نفر نشستن و دارن زاغسیه مارک و دوستان رو چوب میزنن و دارن همه کارهایی که انجام میدن رو زیر نظر میگیرن. خیلی جالب بود برام. من یه لحظه استوب کردم، میخواستم ببینم که یه چیزی داره اینجا قلقلکم میده و متوجه شدم هر کسی که داره یه نفری رو دید میزنه و نگهبان اون آدمه شبیه اون آدمه است.
یعنی کسی که برای اروینگ نشسته بود سیبیل داشت، کسی که برای دیلن نشسته بود چاق بود، ریش داشت، کسی که برای هلیار نشسته بود هم موهاش قرمز بود و دیدیم که دارن نگاه میکنن مارک رو. و به نظر من یه چیزی اینجا هست، اینکه چرا دورموند رفت دم خونه اروینگ، همینجوری زار چیده رو با کرد رفت تو کلید داشت و این داستانا، و همونجوری که ما داریم میبینیم لومن تو سراسر شهر پخشه و انگار همه چیز تحت کنترل لومنه، زندگی این آدما هم انگار همین جوریه، یعنی تحت کنترلن. بیرون هم لومن داره این آدما رو میبینه و دوربین داره، انگار همه چیشون زیر نظره. و با این حجم از جزئیات واقعا باید بگم که نویسنده های این سریال برای هر قسمت از پای منقل بلند میشن و هر قسمت رو مینویسن. مریضن، تحت دراگن، صنعتی و سنتی با هم. Why did you do this? What is this all about? تا اینجا که اومدیم با هم دیگه بریم توی اون اتاقی که جما داشت به اون پرستار صحبت میکرد و اون پرستار یه سوال عجیبی رو از جما پرسید. برگشت بهش گفتش که اگه توی یک لجنزاری باشی، اگه توی باطلاقی باشی، از چی میترسی؟ خفگی یا غرق شدن؟ توی اینجا به انگلیسی این suffocated گفته میشه و این suffocated خفه شدن در اثر نبود اکسیژنه تو انگلیسی، نه خفه شدن با مثلا آب. به خاطر همین درون گفت، یعنی غرق شدگی هم گفت. و جما برگشت گفت غرق شدگی، من از غرق شدگی میترسم. چرا گفت غرق شدگی؟ برگردیم با هم دیگه بریم سراغ تیتراژ. جایی که ما دیدیم ماشین جما، همون ماشینی که باهاش تصادف کرده، توی دریاچه است و این ماشین غرق شده انگار. بعد از این اتفاق ما دیدیم که جما توی هر اتاقی داره میره که یک آزمایشی انجام بده، ولی با یک سری لباس خاص. لباسا همه مال دهه 60 و 70 آمریکاست و نمیدونیم که چرا این شکلیه، چرا این لباسا و اون پستیژو داره میذاره روی کلش. و متوجه شدیم توی هر اتاقی که میره داره تفکیک سازی میشه، با یک تفاوت. با این تفاوت که تفکیک سازی که داره میشه با تفکیک سازی دیگه‌اش یکی نیست، به خاطر اینکه نمیتونه این دکتر ماو که الکی سیبیل گذاشته یا مثلا لباس کریسمس پوشیده اینا رو بخواد به خاطر بیاره یا یادش بیاد. و این خیلی چیز عجیبیه، انگار هر اتاق بابت یک چیزیه و یک چیزی بین همه این اتاقا مشترکه، اینکه جما میره درد میکشه و میاد بیرون. یعنی ما توی اون اتاق کریسمس دیدیم که به صورت مسخره و احمقانه‌ای جما داره با دست چپ می‌نویسه، خطش خیلی خط بدیه، دستش درد گرفته و نکته عجیب اینه که هر چیزی که توی اون اتاق بود با پرینتر سه‌بعدی‌های توی دفتر برت درست شده بود و وقتی میاد بیرون هی ازش سوال میپرسن که مثلا احساساتت چی بوده، نمیدونم درد نداشتی، اینجوری نبوده، اونجوری نبوده. این درد نداشتی راجع به چیه؟ ما اینو جای دیگه هم میشنویم، جایی که دکتر ماو داره با جما صحبت میکنه مستقیم و میگه که همه این چیزا راجع به درد، این تموم بشه دیگه دردی نمیکشی و اینا. حس میکنم یه هدف نهایی برای شرکت لومن هست که انگار میخواد سورانس رو انجام بده، مردم تفکیک سازی بشن که درد و رنجاشون یادشون بره. همون جوری که ما میبینیم اون سناتور برای اینکه زنش وضع حمل بکنه میره توی اون کابینا و توی اون کابینا سورد میشه، یعنی تفکیک میشه و درد و رنج رو متوجه نمیشه و وقتی از اون کابین میاد بیرون بچه دستشه و فقط مثلا یه ذره احساس ناخوش احوالی میکنه، اون درد زایمان رو اصلا یادش نمیاد که این آدمی کشیده و انگار این شرکت میخواد این کار رو با مردم انجام بده. یه چیز عجیب دیگه هم هست، اینه که خب ما دیدیم که جما باردار نمیشه، یعنی اول دیدیم که بارداره به خاطر اینکه یه جایی که بهش مشروب تعارف شد دستشو گذاشت و گفتش که من الکل نمیخورم، یعنی اونجا باردار بود و بعدش دیدیم که نه، انگار نمیتونه بچه رو نگه داره و بچه سخت شده، رفتن کلینیک باروری یا ناباروری هر چیزی و اونجا هم که متعلق به لومن بود. همینجا دست سیگر داریم، بریم یه بار دیگه تیتراژ رو یه شخمی بزنیم بیایم. توی تیتراژ ما یه بچه کوچولی میبینیم با کله کیر ایگان. من اینجوری بودم که ببین هر چیزی که واقعا داریم تو تیتراژ میبینیم الکی نیست، یعنی هر چی دارن میذارن و ما باید ببینیم تو سریال. شاید این آدم ها توی این شرکت دیدن که جما خیلی فرد مناسبیه، یه کاندیدای خیلی خوبیه برای به دنیا آوردن یه بچه شاید، و این بچه کی میتونه باشه؟
نمیدونم، شاید کیر ایگان میتونه باشه، به خاطر اینکه اینا دی ان ایشو دارن، همون جوری که دی ان ای مارک و جما رو داشتن و به همین دلیل تونستن خیلی خیلی خوب صحنه مرگ رو بازسازی بکنن و دی ان ای جما رو توی اون صحنه قرار بدن که مارک هم نتونه تشخیص بده که زنش نیست یا زنش نمرده. مرسی که تا اینجای ویدیو رو همراه من بودید و اگر شما هم فکتی دارید یا نکته‌ای دارید که ما نمیدونیم و برای بقیه میتونه جذاب باشه، حتما توی کامنت ها بهمون بگید و ویدیوهای دیگه هم از دست ندین. لایک و سابسکرایب هم که بهتون گفتم یادتون نره. دمتون گرمه، مثل همیشه خیلی باحالید.